سلام سنا، خوبی؟ از سال جدیدت، نوروز جدیدت، سال 1385. آره، اینو بگم که رفتی پارتی، خیلی خوش گذشت. رفتی پارتی ایرانیا، حلیم داشتن، شیرینی ایرانی داشتن و با یه سری از بچه آشنا شدی. خیلی بچه های نایسی بودن، خیلی مهربون بودن. بعدش رفتی بیرون، کلی رقصیدی، رفتی با یه سری از بچه ها خونی سپیده، توی خوابای کوچولوشون قهوه خوردی، دواشک خوردی. بعد برگشتی دوباره توی پارتی، کلی بزن و به رقص کردید. ساعت 12 اینا بود که تقریبا اومدید بیرون و اومدید سمت خونه. توی این مسیر با خیلی از بچه ها آشنا شدی، با خیلی ها دوست شدی. خیلی بچه های نایسی بودن، خیلی بچه های مهربونی بودن، خیلی هاشون. و اینکه سال جدیدت رو با یک آرزوی بزرگ شروع کردی، ایران آزاد. یه ایرانی که بتونی بهش سفر کنی، بتونی درش زندگی کنی، بتونی عشق کنی، برگردی پیش خانوادت باشی. دیشب خانوادت اگرم بهت زنگ زدن تو متوجه نشدی و برای خودت چه آرزویی داری؟ بیشتر از هر سالی واسه خودم آرزوی اینو دارم که یک کار پیدا کنم، یک اینترویو که نه، یک اینترنشیپ، یه جایی یه کاری پیدا کنم. دلم نمیخواد برگردم به اون زندگی که قبل از اراسموس داشتم. میخوام که توی این فرصتی که دارم سعی کنم آلمانیمو خیلی قوی کنم، مدرک آلمانیمو بگیرم، کار پیدا کنم. دوست دارم کانکشن بسازم اینجا، تجربه کسب کنم و اینکه نمیخوام برگردم به همون زندگی که قبلا داشتم. واسه همین فکر میکنم قشنگترین چیزی که میتونیم امسال بگیم اینه که تمام تلاشمون رو بکنیم که با آرزوها و با اتفاقات بهتری برگردیم. راستش رو بگم خیلی به خودم افتخار میکنم، یعنی جدی میگم، با این هم اتفاقی که افتاده هنوز سرپاهم، هنوز میخندم، هنوز خوشحالم. نمیدونم در چی در ما زیست میکنه که اینقدر ما رو قوی کرده، ولی هرچی که هستمش گرم. الانم منتظر مترو هم، سی 14 ترین توی کمنیتس و منتظر اینم که بیاد و برم کلید دوستم رو بهش بدم، فاطمه، که خیلی لطف کرد گذاشت شب پیشش بمونی، و برم یک کوچولو خرید کنم و برگردم خونه به افتخار سال جدید، به افتخار زندگی جدید و به امید روزهای بهتر.